تا حالا شده بعد از نوشیدن قهوه به جای اینکه سر حال بشین خوابتون بگیره؟ سلام، من بهار هستم. خوش اومدین به اولین ویدیوی چنل من. امروز میخوایم با هم یاد بگیریم که قهوه چی کار میکنه، چجوری توی بدنمون عمل میکنه و خب چرا برای بعضیا نتیجه عکس داره. همونجوری که میدونیم کافئین، قهوه روی سیستم عصبی مرکزیمون اثر میذاره. حالا جدا از این که بفهمیم کافئین دقیقاً چیکار میکنه توی بدن ما، اول باید با یکی دیگه آشنا بشیم. اونم به اسم آدنوزین. آدنوزین چیه؟ آدنوزین یه نقش خیلی بزرگی داره توی خواب، انرژی و فعالیت‌های سلولی ما. حالا این آدنوزین از کجا میاد؟ موقعی که شما بیداری، بدنت باید یه جوری این انرژی شما رو تامین کنه که بتونی به فعالیت‌های روزانه برسی. از چی تامین میشه؟ از مولکولی به اسم ATP یا آدنوزین تریفسفات. آدنوزین یکی از محصولات جانبی ATP هست. آدنوزین میاد فعالیت نورون‌های مغزی شما رو کاهش میده. با ترشح شدنش توی بدن روی یه سری گیرنده‌های مخصوص خودش میچسبه و باعث میشه که نورون‌های مغزی شما فعالیت کمتری داشته باشن. اینجوری سیگنال خستگی میده به مغزتون و شما خب خواب‌آلود میشین و احساس خستگی میکنین. حالا کافئین میاد چیکار میکنه؟ کافئین میاد شبیه به شکل آدنوزین میشه و خوب روی اون گیرنده‌هایی که آدنوزین باید بچسبه میاد جاشو میگیره. میاد روی اون گیرنده ها میچسبه و نمیذاره که آدنوزین بیاد و جای آدنوزین رو میگیره. اینجوری دیگه آدنوزین نمیتونه که نورون‌های مغزی شما رو مهار کنه. همین باعث انرژی بخشی میشه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که بعد از خوردن قهوه ما چجوری احساس خوبی پیدا میکنیم؟ موقعی که کافئین میاد روی گیرنده ها میچسبه یکم جا میذاره برای دوپامین. دوپامین هورمون شادی و سرحالی ماه. وقتی که آدنوزین روی گیرنده ها بچسبه دیگه جایی برای دوپامین جا خالی نمیذاره. اما وقتی که کافئین به جای آدنوزین بیاد روی گیرنده ها بشینه یکم جا برای دوپامین هم جا میذاره. به خاطر همین دوپامین بعد از ترشح شدنش میاد و روی این گیرنده ها میچسبه. به همین علته که شما بعد از خوردن کافئین دوپامین خیلی زیادی توی بدنتون ترشح میشه و خب خیلی احساس سرحالی و خوشحالی دارین. حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که ما چجوری به قهوه معتاد میشیم؟ مغز ما با شرایط جدید یا همون مصرف متعدد کافئین خیلی زود سازگار میشه. اگه شما هر روز به صورت متعدد و پشت سر هم هر روز کافئین و قهوه مصرف کنی، به جای اینکه هی سرحالتر و سرحالتر بمونی، میای و یه مدت به بعد شما سازگار میشی به قهوه. سوالی که پیش میاد اینه که چجوری ما به قهوه معتاد میشیم؟ خیلی جالبه. مغز به راحتی میتونه با شرایط جدید خیلی زود سازگار بشه. با مصرف متعدد کافئین مغز میاد گیرنده های بیشتری اضافه میکنه و خب شما یه مقدار کافئین رو هر روز میخوری، هر روز یه فنجان میخوردی و خب سر حال بودی. اما بعد از یه مدت گیرنده ها خب بیشتر شده. یه سری از گیرنده ها رو کافئین میاد پوشش میده، اما گیرنده های دیگه هم هستن که آدنوزین بره و کار خودش رو انجام بده. پس توی این شرایط شما قهوه رو خوردی، کافئین رو مصرف کردی، اما همچنان شما خوابت میاد. به این میگن سازگاری. شما بدنت سازگار شده. توی این موارد یه سریا میان یهویی قهوه رو ترک میکنن. این باعث چی میشه؟ این باعث میشه که دیگه کافئینی به اون گیرنده ها نمیرسه و خب آدنوزین بیش از حد خودش شروع به کار کردن میکنه. گیرنده ها زیادن، آدنوزین خیلی خوب ترشح میشه و خب شما همچنان هر روز خوابتون میگیره. عملکرد بیش از حد آدنوزین میتونه باعث سردرد، خستگی و یا حتی افسردگی هم بشه. اما بعد از چند روز گیرنده های اضافی رو مغز از بین میبره، حذف میکنه. اون گیرنده هایی که اضافه تر ساخته بوده و اونجا چینده بوده رو حذف میکنه و شما برمیگردین به حالت عادی قبل از اعتیادتون به قهوه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چرا همین قهوه روی بعضیا اثر نداره؟ یکی از موردهایی که الان توضیح دادم همون سازگاری بدن بود. مورد بعدی اینه که خب برمیگرده به ژنتیک هر کسی.
هر کسی ژنتیک متفاوتی با یه نفر دیگه داره. ژنتیک یه سری از آدما متابولیزرای سریع هست، یعنی اینکه قهوه خیلی زود وارد خونشون میشه، زود سر حال میشن و زود بیحال میشن. مولکولای قهوه تو بدن اینا خیلی سریعتر تجزیه میشه و دفع میشه. اما یه سری دیگه ژنتیک ها هستن که متابولیزرای کندتری دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه قهوه وقتی وارد بدنشون میشه ممکنه خیلی آروم آروم اثر بذاره و تا چند ساعت اثرش بمونه. این آدما با یه فنجون قهوه‌ای که مصرف میکنن خیلی اثرات زیادی میتونن ازش بگیرن. ممکنه حتی باعث بیخوابیشون بشه، ممکنه تپش قلب و اضطراب هم حتی بگیرن. و خب راه حلی برای این دور زدن این مانع ژنتیکی نیست. و تنها کاری که میتونین بکنین اینه که کافئین رو توی دوزهای بالاتر مصرف کنین، اما نباید بیشتر از دوز ایمن هر روزتون استفاده کنین. یا اینکه میتونین از کافئینای دیگه ای استفاده کنین که توی آخر ویدیو حتما بهتون میگم. پس با ما همراه باشید. دلیل بعدی که میتونه باعث بشه که چرا قهوه روی بدن ما اثر نکنه، قهوه‌های نامرغوبیه که مردم استفاده میکنن. بعضی از قهوه‌ها خیلی مسیر طولانی رو باید بگذرونن تا به دست ما برسن. اما اگه توی این مسیر ازش به خوبی نگهداری نشه، ممکنه یه سری سموم قارچی روی این قهوه‌ها پدیدار بشه که خب با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست. یه سری سموم قارچی روش به وجود میاد به اسم مایکوتوکسین. این کپک‌های مایکوتوکسین یه سری مسمومیت‌های جزئی میتونه توی بدن ما ایجاد کنه که خب باعث خواب‌آلودگی میشه. همین کپک‌های جزئی میتونه باعث بشه که کافئین اون اثری که ما می‌خوایم روی بدنمون نذاره. دلیل بعدی مصرف قهوه با شکر هست. شکر چون قند مصنوعیه و قند ساده است خیلی سریع جذب بدن میشه، سریع وارد خون میشه و خب موقعی که قند خون بالا میره انسولین ترشح میشه تا این قندها رو از خون بگیره و به سلول ها بده. توی این موقعیت قند بدن سریع کاهش پیدا میکنه و وقتی کافئین تازه میاد کارش رو شروع کنه میبینه انرژی نمونده که بخواد افزایشش بده. دلیل بعدی مصرف لبنیات همراه با قهوه هست. لبنیات یه نوع آمینو اسیدی دارن به اسم تریپتوفان. تریپتوفان مربوط به خواب‌آلودگی و احساس آرامش توی بدن. بیاین بیشتر با تریپتوفان آشنا بشیم. تریپتوفان پیشساز سروتونین یا همون هورمون آرامشه. سروتونین کم کم تبدیل به ملاتونین میشه یا میشه همون هورمون خواب. پس شما در اصل یه مقدار زیادی از پیشساز هورمون خواب رو داری همراه با کافئین وارد بدنت میکنی. این باعث میشه که کافئین اثر نذاره. علت بعدی دهیدراته شدن بدنه. حتما شما هم میدونین که بعد از خوردن قهوه باید خیلی آب مصرف کنین چون بدنتون دهیدراته میشه. بعد از مصرف قهوه تکرر ادرار شما زیاد میشه و خب همین باعث میشه که بدن شما دهیدراته بشه. دهیدراته شدن باعث کاهش جریان خون به مغز میشه، در نتیجه فعالیت‌های سلولی میاد پایین و باعث خستگی شما میشه. و خب آخرین دلیلمون اینه که اگه شما بدهکاری خواب داشته باشی هر چقدرم که کافئین مصرف کنی فایده‌ای نداره. اگه حتی چند ساعت خواب توی 14 روز اخیرتون به بدنتون بدهکار باشین، کافئین نمیتونه به شما کمکی بکنه. اگه شما بری بخوابی خیلی راحت تر سر حال میشی تا اینکه کافئین مصرف کنی. و خب میرسیم به بخش آخر، جایگزینای طبیعی قهوه. اولین گزینمون چای سبز هست. کافئینش خیلی از قهوه کمتره اما میتونه جایگزین مناسبی باشه برای اینکه قهوه رو کلاً ترک کنیم و چیزای طبیعی تری استفاده کنیم. دومین گزینمون که گزینه خیلی مناسب تریه ماچا هست. ماچا کافئین ملایم تری داره و انرژی طولانی تری به شما میده بدون اینکه سقوط ناگهانی داشته باشه. گزینه سوممون شکلات‌های تلخ بالای 70% هستن که کافئین خیلی خیلی کمتری نسبت به قهوه دارن. و گزینه آخر چای زنجبیل هست که گردش خون شما رو بهتر میکنه و انرژی طبیعی تری بهش بدن شما میبخشه. برای نتیجه گیری میتونیم بگیم که قهوه‌های نامرغوب خریداری نکنین، از جای مطمئن قهوه بخرین، لبنیات در کنار قهوه استفاده نکنین، قهوه‌تون رو با شکر نخورید و حتما بعد از نوشیدن قهوه آب زیاد مصرف کنین.
قهوه رو برای سرحال‌تر شدن و کمی بیشتر شدن انرژیتون مصرف کنید، نه برای اینکه جلوی خوابیدنتون رو بگیره. اگه از اولین ویدیوی من خوشتون اومد، لایک و سابسکرایب یادتون نره. این کارتون خیلی به من انرژی میده و حتی اگه سوالی داشتین که نیاز به تحقیق داشت و جوابش رو میخواستین بدونین، فقط کافیه ازم بپرسی. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. خدافظ.